میدونستی قانون علاقه کمتر میگه تو هر رابطه‌ای، چه روابط اجتماعی و چه روابط عاطفی، کسی که کمترین علاقه رو به حفظ و ادامه اون رابطه داره، قدرت بیشتری رو در اختیار داره، چون احتمال اینکه ترک بکنه یا تحت فشار نباشه خیلی بیشتره. این یعنی قدرت واقعی تو رابطه به نیاز بستگی داره. حالا اون نیاز میتونه عاطفی، مالی و یا اجتماعی باشه. حالا از منظر روانشناسی رفتاری، وقتی شما به یک نفر بیش از حد نیاز داری، مغزت میره به حالت اضطراب و ترس از دست دادن پیدا میکنی و رفتارهای شما ناخواسته میشه. شروع میکنی به خواهش کردن، باج دادن، حساسیت زیاد و عدم مرزگذاری و همین رفتارها شما را از موضع قدرت خارج میکنه. حالا اما کسی که از موضع نیاز وارد رابطه نمیشه، راحت‌تر مرز میذاره، صبر بیشتری داره و تصمیم گیری‌هاش بیشتر از منطق میاد، نه از اضطراب و ترس از دست دادن. اما این قدرت خیلی وقتها ممکنه منجر به سوء استفاده بشه، مثل کنترلگری یا باجگیری عاطفی. مثلا میگه اگر این کارو نکنی من تو رو ترک میکنم، یا نادیده گرفتن نیازها. یعنی فردی که علاقه کمتری داره خیلی وقتها احساسات و نگرانی‌های طرف مقابل رو نادیده میگیره، چون نیازی به جلب رضایت طرف مقابل تو خودش نمیبینه. در نهایت این قانون زنگ خطری برای عزت نفسه. یعنی اگر شما همیشه خودت رو تو موقعیتی میبینی که علاقه بیشتری داری و دائما نگران از دست دادن رابطه هستی، این قانون نمیخواد بهت بگه که تظاهر کن علاقه تو کمتره، بلکه میخواد بهت بگه که شاید الان وقتشه که روی عزت نفس و ارزش درونیت بیشتر کار بکنی.